چیزی که آدما رو میکشه سرطان نیست، ترس سرطانه. سرطان بدن رو سیو میکنه، نجات میده. اون غده‌های سرطانی سمیه که بدن یه جا جمع کرده که من تو رو نکشه. خب چیزی که آدما رو میکشه سرطان نیست، ترسه. حالا شاید برات سخت باشه باورش که ترس آدمو میکشه. وقتی عصبانیت و خشم قلب و استوب میکنه، سکته میکنه آدم، فکر کردی ترس نمیکشه؟ ترس از همه چی بدتره. حالا ببین ترسی که نمیذاره حتی راه بری، اگه بهت بگن سرطان داری چه کاری بات میکنه؟ سرطانی که FDA گفته هیچ درمانی نداره، بگیری مساوی مردن. کی میگه؟ سرطان آدمو نمیکشه، ترس میکشه آدمو. اریک آبیدال مگه نبود فوتبالیسته؟ مگه مرد سرطان گرفت؟ یارو اصلا تو فرکانس ترس نبود. دکترا بهش گفتن تو بدن تومور و غده داری، گفت خب I don't fucking care. توموره رو خودش خورد. بعدم الان باگاش در اومده، بدن آدم همه آتشخالای تو بدنو میخوره. اگه بلد باشی چی کار کنی، اگه بدنتو پاک نگه داری، اگه نترسی، استرس نداشته باشی.